اشتیاق زنان به فراگیری علم. تاریخ اسلامی مملو از نام زنان دانشمند در تمامی علوم و عرصه هاست، به ویژه در علوم دینی. هیچ جای شگفتی نیست، چرا که دین اسلام همواره به آموختن علم و دانش تشویق نموده و در این زمینه تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشده است. عایشه رضی الله عنها در ستایش زنان انصار میگوید بهترین زنان زنان انصار بودند، زیرا شرم باعث نمیشد که احکام دینشان را یاد نگیرند. اسما بنت یزید رضی الله عنها که برای آموختن علم اشتیاق داشت، به پیامبر خدا فرمود: ای رسول خدا، مردان حدیث تو را آموختند، پس یک روزتان را به ما اختصاص دهید تا در آن روز نزد شما آمده و از آنچه خداوند به شما آموخته به ما بیاموزید. و ام سلیم رضی الله عنها نیز باری نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته و گفت: ای رسول خدا، خداوند از بیان حق شرم و حیا نمی کند. اگر زنی احتلام شود غسل بر وی واجب است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: بلی، اگر آب را ببیند. از اسما رضی الله عنها روایت است که زنی نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و عرض کرد: اگر لباس با خون حیض آلوده شود چه باید کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: نخست آن را با دست بدون آب و سپس با آب بمال و بشوی، سپس در آن نماز بخوان. بنابراین فراگیری علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است و باید هر یک از ما برای فراگیری علم و آموزش آن به دیگران تلاش کنیم، زیرا انتشار علم صدقه جاریه است، چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از آن آگاه نموده است.